بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسوی خود را دوام میدهیم از رساله 3 اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. خب، درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام می‌فرماید و الناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. یعنی و مردم چون میرن زنده گردانیده خواهند شد. وقتی که مردم میرن و اینها را الله حق سبحانه و تعالی زنده میکند. و دلیل قوله تعالی، برای خاطری آن که مردم بعد از مردنشان زنده میشوند، دلیل آن است که الله سبحانه و تعالی میفرماید منها خلقناكم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. شما را از زمین آفریدیم و به آن باز میگردانیم و بار دیگر از آنجا بیرون می آوریم. البته این دلیل است برای کسانی که ایمانی به قرآن دارند. یعنی کسی ایمانی به قرآن دارد واقعا همین آیت را میخواند و یعنی سوره طه و باید که باور کند که انسان ها یعنی انسان از زمین آفریده شده است و به زمین برمیگردد و از همون زمین بار دیگر و الله حق سبحانه و تعالی زنده کرده بیرونش میکند. اما اون کسانی که باور ندارن یعنی چندین آیت از قرآن پیشنهاد میکنی باور نداره و مشکلی در آن است که و مشکلی در ایمانش است. فهمیدید؟ و ایمانی به قرآن که ندارد هزار از قرآن دلیل برای او پیشنهاد میکنید و چی قبول دارم نمیباشد. فهمیدید؟ و قوله تعالی هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. خب، شیخ الاسلام با دلیل می آورد نسبتی چی؟ نسبتی آن که یعنی بعد از مردن مردم چی؟ زنده گردانیده می شود. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. و دلیل نیز سخن الله تعالی است، می‌فرماید و الله شما را چون نبات از زمین برویانید. یعنی که الله سبحانه و تعالی شما را و مانند گیاه چیکار میکند؟ میرویاند. باز شما را بدان باز میگرداند. یعنی و مانند گیاهی که از زمین رویانیده است، یعنی که چه خیلی که گیاه میرویاند، شما را همین طور از زمین رویانید. یعنی همین طور شما را چیکار کرد؟ پرورش کرد، به وای رسانید و در آخر شما را به همون زمین باز میگرداند و باز از آن بیرون می آورد. باز از همون زمین شما را بیرون می آورد. گفته در سوره نوح آیه 17 تا 18 خبر کرده است و می فرماید و بعد البعث، شیخ الاسلام میگوید و بعد البعث محاسبون و مجزیون باعمالهم. نعم، و بعد البعث محاسبون و مجزیون باعمالهم و دلیل قوله تعالی. یعنی بعد از برانگیخته شدن ایشان را حساب کرده می شود. حساب کتاب کرده می شود
و طبق اعمالشان پاداش داده می شود. به نکوکاران پاداشی نیک، به بدکاران پاداشی بد. و دلیل سخن او تعالی است، می فرماید خب ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. یعنی از آن الله هست از آن الله است آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است. خب تا بدکاران را در برابری اعمالشان پاداش دهد یا که گویم جزا دهد و نکوکاران را به کردار نیکشان نیز پاداش دهد. البته بدکاران را پاداشی بد نگران است و نکوکاران را پاداشی نیک. نعم. ومن كذب بالبعث كفر ومن كذب بالبعث كفر. و کسی به زنده شدن بعد از مردن ناباوری کند کافر می شود. کسی گفت که من باور ندارم که با شخص میمیرد و با او را زندهش میکردین باور ندارم بود کافر می شود. نه. و دلیل قوله تعالی پرسم که دلیل چیست یا که دلیل چی می شود کسی اگر انکار زنده شدن بعد مردن کند کافر می شده است. میگه که الله تعالی می فرماید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سوره تغابن آیه 7. خب زعم الذين كفروا کافران پین داشتند که آنها را زنده نمی کنند. خیلی گمان کردند که تو مردن خلاص دیگه و یا را زنده نمی کنند. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. بگو بله به پروردگارم قسم که شما را زنده می کنند سپس با کارهایی که کرده اید آگاه خواهد کرده شد. یعنی همون کارهای کردگیتون الله تعالی یک طرف خبرتون میکند فلان جو فلان کار کردی همین کار کردی فلان همین گپ گفتی. نه. و ذلك على الله يسير. و این یعنی همین زنده کردن بعد از مردن و تمام اعمال که شما کرده به شما خبر دادن به الله آسان است. یگون مشکلی نیست برای الله همین کار کردن. کفایت میکنه از این اون طرف و دیگه مثلا سر میشه. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.